سلام اشکات، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنلمون. تو این ویدیو قرار بهتون یاد بدم که چطور درایو سیتون رو خالی کنین. بریم سراغ آموزش. لیتس گو. ببینید بچه‌ها، تو این ویدیو قرار روش هایی که براتون بگم خیلی امنن و بدون هیچ خرابکاری انجام میشه. بهتر که از این روش استفاده کنین و روش های سراغ روش های متفرقه نرین. اولین کاری که بکنید ویندوز آر رو بزنید، بعد اینجا سرچ کنید تمپ، بعد اوکی رو بزنید، بعد همه اینا رو حذف کنید. حالا من از اول حذف کردم، دیگه نیاز نیست و اونایی که حذف نمیشن رو اجبار نکنید، کنسل رو بزنید آقا بره. نهایت 200 کیلوبایت دیگه، چیزی نیست. و اونایی که حذف نمیشن رو اجباری حذف نکنید، مهمه. بعد بازم ویندوز آر رو میتونین بزنید، بعد بنویسین درصد تمپ درصد، بعد اوکی رو بزنید، بعد بازم همه اینا رو حذف کنید. حالا من 2-3 تا حذف کردم ولی اون یکی حذف نمیشن، چون که من از قبلا حذف کرده بودم، به خاطر همین. اونایی که حذف نمیشن رو گفتم دیگه اجبار نکن. بعد روش 3 براتون ممکنه الان میگم. 2 تا براتون روش گفتم، یکی تمپ، یکی درصد تمپ درصده. بعد روش سوم چیه؟ تنظیماتتون رو باز کنین، یا همون ویندوز آی رو بزنین خودش باز میشه. برین سراغ اپ، اینستالت اپ. بعد از همینجا لارج سایز، لارج تو اسمال بذارین. لارج تو اسمال چیه؟ یعنی از بزرگ به کوچیک، یعنی اون فایلایی که بزرگن از بزرگ به کوچیک. بعد اون برنامه‌هایی که نیازتون نیست رو حذف کنین. مثلا من همه اینا رو نیاز دارم، به خاطر همین حذف نمی‌کنم. اون برنامه‌ای که نیازتون نیست رو حذف کنین دیگه، همین دیگه. از اینجا بذارین نونیستال، مثلا اونایی که نیاز ندارین. بعد روش 4 چیه؟ برای درایو سیتون راست کلیک کنین، پراپرتیز رو بزنین، بعد بیاین تولز، بعد اپتیمایز رو بزنین. بعد درایو سیتون رو چند بار اپتیمایز کنین. ممکنه اون فایلایی که مثلا نامرتب اونو مرتب کنه. این روش هم بهتره، شما یه دونه بزنین بهتره. ممکنه فضایی از درایو سیتون رو آزاد نکنه، ولی برای درایو سیتون خیلی مفیده. مثلا ممکنه سلامتی درایوتون رو بره بالا و غیره. بعد من همه درایوامو اینطوری میکنم. بعد روش 5 که براتون میخوام بگم اینه. ببینید مثلا این دسکتاپ، خب دانلود، داکیومنت و پیکچر و موزیک و ویدیو، بعد همین زتل زباله مربوط به درایو سیتونه. پیشنهاد میکنم که اگه مثلا نیازی ندارین از این استفاده کنید، ببرین از یه دونه فولدر دیگه. حتما نیازه مثلا از ویدیو، پیکسل و دسکتاپ و دانلود درایو سیتون استفاده کنید. مثلا برین داخل درایو ای، بعد یه دونه فولدر بسازین، بعد همونجا دیگه فایلاتون رو بریزین دیگه، چون که اینا باعث میشن درایو سیتون پر بشه و به نظرم این از این استفاده نکنیم بهتره. مثلا دسکتاپ نذارین زیاد مثلا اشغال شه، یا مثلا برین داخل درایو ای و شورتکات درست کنین. نذارین زیاد آیکون باشه توی درایو سیتون. بعد برین مثلا سراغ دانلود، اون فایلایی که نیاز ندارین رو حذف کنین. بعد پیکچر و میوزیک و ویدیو، بعد همشون رو حذف کنین. اونایی که نیاز ندارین، اونایی که نیاز دارین ببینن از یه درایو دیگه داخل یه فولدر دیگه. چون من اینا رو میدونستم برای خالی کردن درایو سی. بعد اگه شما هم چیزی میدونین داخل کامنت ها بنویسیم تا ما بهتر بفهمیم و استفاده کنیم دیگه. ممنونم. بای بای.